سلام دوستان، به آشپزخونه من خوش آمدین. امروز میخوام طرز تهیه فالوده شیرازی رو به شما آموزش بدم که برای مهمونی‌های شما و دسر بعد از شام یا بعد از ناهار خیلی عالیه و بریم که با هم این آموزش رو ببینیم. برای درست کردن شربت فالوده ما نیاز داریم به 1 پیمانه شکر و 1 پیمانه آب و 1/3 پیمانه گلاب. دوستان خارج از کشور میدونن که نشاسته های گل تو خارج از کشور فکر نمی کنم پیدا بشه. ما مجبوریم که نشاسته های پودر شده ولی حتما باید گندم باشه، چون اگه ذرت باشه نشاسته ما خیلی خوب در نمیاد، یعنی فالوده ما خوب در نمیاد و مجبوریم که از نشاسته گندم استفاده کنیم. بعد از اینکه خواستیم فالوده رو آماده کنیم ما نیاز به 4 پیمانه آب داریم برای تهیه نشاسته فالوده، ولی برای شربت درست کردن نیاز به 1 پیمانه آب بیشتر نیاز نداریم. حالا بریم که شربت فالوده رو با هم آماده کنیم. خب ما یه ظرف فلزی رو روی اجاق میذاریم و 1 پیمانه آب رو داخلش میریزیم، بعدم 1 پیمانه شکر. شکر رو در آب حل میکنیم تا کامل حل بشه. خب الان اگه توی تصویر ببینید شکر کاملا در آب حل شده و ما منتظر میمونیم که 1 جوش بزنه، نه زیاد، فقط 1 جوش که بزنه بعد گلاب رو بهش اضافه میکنیم و زیر شعله رو خاموش میکنیم. بله تصویر میبینید کامل شکر در آب حل شده. ما منتظر میمونیم که شیره شکر ما 1 جوش بزنه. دوستان ما نشاسته رو داخل 1 پیمانه آب ریختیم و اونو در 1 پیمانه آب حل کردیم و 3 پیمانه آبم درون قابلمه ریختیم و اونو رو حرارت گذاشتیم تا به جوش بیاد و بعد از به جوش آمدن نشاسته رو داخل آب میریزیم تا کاملا پخته و 1 دست بشه. و یک نکته که خیلی مهمه این که مدام باید اونو هم بزنیم که به ظروف نچسبه و همچنین از ظروف نچسب باید استفاده کنیم و حدود 20 یا 30 دقیقه میتونین این کار رو انجام بدین. و قبل از اینکه کارمون رو شروع کنیم من میخواستم این دستگاه رو بهتون معرفی کنم که من اینو از آمازون آنلاین خریدم. این دستگاه نودل سازه که برای فالودن میشه ازش استفاده کرد. شما میتونید اینو تهیه کنید، برای فالوده درست کردن خیلی راحت و خوبه. این برش خب اینجا میبینیم که آب کم کم به جوش اومده و ما نشاسته رو که از قبل کاملا حل کردیم که ته نشین نشه اونو داخل آب جوش میریزیم. و به هم میزنیم و شعله رو کم میکنیم. حدود 20 دقیقه تا 30 دقیقه کاملا این نشاسته رو هم میزنیم. زیر شعله با طوری باشه که قشنگ نشاستمون حباب بزنه.
الان نشاسته ما آماده شده. ببینید به چه صورته و نشاسته رو داغ داغ توی دستگاه نودل ساز میکنیم. به این صورت. ما یه ظرف آب یخ رو از قبل آماده کردیم و دستگاه نودل ساز رو سرش رو توی آب یخ، حتما باید توی آب یخ باشه وگرنه نشاسته ما وا میره و به آرامی اونو میچرخ. ما تو چند مرحله رشته‌های فالوده رو توی آب یخ ریختیم و الان باید اونو رو توی صافی بریزیم. یخ‌های روشو برمی‌داریم. اونو میبریم تا توی صافی. میذاریم برای مدتی آبش ته‌نشین بشه. خب قبل از اینکه فالوده رو با شربت قاطی کنی باید من این نکته رو به شما بگم که قبل از اینکه رشته‌های فالوده رو آماده کنین شما باید شربت رو چند ساعت قبل آماده کنین و کاملا ما به هم میزنیم که توی هم مخلوط بشه. نگاه کنید حالت یخزدگی پیدا میکنه. فالوده شیرازی معمولا زیر دندون باید صدا بده و الان فالوده رو ما با شربت قاطی میکنیم که خوب یک دست بشه. وقتی این رشته ها رو کاملا حل کردیم توی شربت یخزده و شربت کاملا باز شد اونو داخل فریزر میذاریم و هر از چند دقیقه اون به اون سر میزنیم و همش میزنیم که یخ نزنه. وقتی آماده شد من اونو به شما نشون میدم. الان نگاه کنید فالوده های ما داره یخ میزنه. الان این فالوده آماده نیست. فکر کنم حدود نیم ساعت دیگه آماده بشه. ما اینو داخل فریزر میذاریم. دوستان حدود 10 دقیقه است که ما اونو داخل فریزر گذاشتیم و ببینیم که دونه های در واقع رشته های فالوده کم کم دارن خودشونو میگیرن. هر از چند دقیقه اونا رو باید بیارین بیرون و یه همی بزنین تا یک دست بشه و یخ نزنه. خب الان فالوده ما آماده است و دیگه میتونین اونو نوش جان کنین. امیدوارم از این آموزش ما لذت کافی برده باشین و بتونین این فالوده رو درست کنین و با اعضای خانواده‌تون ازش لذت ببرین. تا آموزش بعدی خدا نگهدار و یار شما باشه.